آقا سلام بچه، چطوری؟ امروز مادم به یه ویدیویی اصلا بمب خدا بچه شما هم شرط میبندم گوشتون مثل من یه گوشی تقریبا چیزیه که لگ میزنه و نمیدونم دیگه سری داغ میکنه و اینا. من خود گوشیم آسیو 4، حالا آپدیتش کردم خیلی لگ میزنه. برای اینکه گوشتون کمتر لگ بزنه حالا اومدم آموزش بدم چطوری گوشتون کمتر لگ بزنه. اصلا گوشی آپدیت نکنید. خب رفتید توی بازی چیزا رو دانلود نکنید. اگر دانلود کردید یه ویدیو جدا، یه شورت ویدیو براش میذارم که کل چیزایی که دانلود کردید رو میپرونه و میتونید اونایی که اضافه دانلود کردید و دیگه میتونید برید دانلود نکنید. حالا برای اینکه ما کمتر لگ بزنیم باید بیایم توی این بخش برنامه 120 fps و توی اینجا حالا وای میسیم لود شه تا دیگه اینجا انگلیش رو انتخاب میکنیم. این تیکر رو میزنیم روی کال آف دیوتی. نکست رو میزنیم. نکست تبلیغ میاره. نکست دوباره اینو میکشیم بغل. استارت رو میزنید. حالا نمیاد بچه من یه تیکر براتون تبلیغ رو کات میکنم و دیگه بریم سراغ بقیه ویدیو. بعد صلح بالاخره اون تبلیغ وای یعنی چی؟ بعد صلح بالاخره اون تبلیغ آشغالی تموم شد و ما میتونیم بریم سراغ بقیه کارمون. میزنید روی یونلو، نمیدونم حالا من انگلیسیم زیاد خوب نیست. میزنید روی این گزینه بالاییه که خیلی گنده است، زده FPS. شما سرور فکر نکنم اونایی که سرورهای دیگه هستن ببینن. گلوبال همون سرور جهانیه، سرور مخصوص نیست. هم گلوبال کل جهان میتونن دانلود کنن و اینا. شما گلوبال رو بزنید، البته هر چیزی که بودید 60 FPS میتونید بزنید. نفس FPS یا خدا 90 FPS هم میتونید بزنید. 120 FPS هم میتونید بزنید. من میام 120 FPS رو متاسفانه دوباره به تبلیغ برخوردیم. حالا داشتم میگفتم بزنید تو 120 FPS. اینجا که زدید میزنه تست یور گیم اسپید. اینجا دیگه نیاز نیست چیکار کنید، میاد اینو بیرون بدون اینکه برنامه رو ببندید میرید توی بازی. اینو که رفتید توی بازی لگتون کم میشه. حالا بعدم براتون یه ویدیو کاملا از گیم پلی میذارم و دیگه FPS و اینا بهتون نشون میدم. حتما تا ویدیوی بعدی دیگه بمونید دیگه. صاف کن تو رو خدا، یه ذره مونده تا 20 تا شدم.